سلام، امیدوارم که خوب باشید. خب همونطور که خیلیاتون میدونید ما دقیقا بعد از 4 سال تونستیم که اقامتنامه فنلاند رو بگیریم. حالا توی این ویدیو میخوایم به همه سوالاتون جواب بدیم که پرسیده بودید که هزینهش چقدر بوده، از چند وقت قبل اقدام کردیم، کلا چه مدارکی ارائه دادیم و شرایطش چی بوده. کامل بهتون توضیح میدیم و یه توضیح کلی هم در مورد اینکه قانون جدید چطور هست که الان این قانون از ژانویه 2026 اجرایی هم میشه که قانون جدید چه تغییر کرده، همینا رو بهتون توضیح میدیم. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونجوری که زینب گفت در مورد این موضوعات ما صحبت کنیم. قبلش هم من یه تشکر بکنم از همه شما که حالا به ما تبریک گفتید و ممنون از لطفتون و محبتتون. من زیاد تو این چیزا خوب نیستم ولی دمتون گرم که تبریک گفتید. مرسی. خب من این سوال از زینب بپرسم که حالا خودمو میذارم جای شما که اگه کسی که بخواد الان برای کارت اقامت فنلاند اقدام بکنه با فرض اینکه هنوزم همون 4 سال و یه سری شرایط خاص، چجوری باید بره جلو؟ یعنی اول عکسشو بگیره یا اول پول بده یا اصلا چیکار باید بکنه؟ مراحل گرفتن اقامت دائم فنلاند چجوریه؟ خب اینجوری هستش که شما اول باید ببینید شرایطش رو دارید یا نه. حالا کی شرایطش رو دارید؟ حالا طبق قانون قدیم، چون هنوز طبق قانون قدیمه، گفتیم اگه از ژانویه به بعد باشه اون وقتی قانون جدیده. طبق قانون قدیم اینجوریه که خب شما اول از همه باید 4 سالتون تموم شده باشه، یعنی دقیقا 4 سال به طور پیوسته با نوع اقامت A یا همون A توی فنلاند زندگی کرده باشید. حالا این پیوستگی تحت شرایطی ممکنه در واقع نظمش به هم بخوره و دوباره مثلا مجبور شید مدت بیشتری از 4 سال باشید که ما اینو کامل توی ویدیوی همون شرایط اقامت دائم و شهروندی فنلاند توضیح دادیم و لینکش اون بالا براتون میذاریم. ولی حالا به طور کلی بگیم چون نمیخوایم حالا خیلی همین ویدیو طولانی بشه، اینه که پس بعد از 4 سال که شما ویزای نوع A داشتید اینجا میتونید اقدام کنید و حالا اینجوری هم هستش که نذارید که دقیقاً 4 سالتون پر بشه. خودشون همیشه می‌نویسن که توی همین سایت اداره مهاجرت فنلاند که حداکثر 3 ماه قبلش شما میتونید اقدام کنید، یعنی کلا بهتره زودتر اقدام کنید. همون ایدئالش هم 3 ماه قبله. ما خودمونم دقیقاً 3 ماه قبلش اقدام کردیم، یعنی مثلا 12 سالمون توی 4 سالمون 4 سالمون توی مثلا 22 اکتبر تموم میشد، ما مثلا دقیقاً 3 ماه قبلش که 22 جولای بود اقدام کردیم. نداره که از قبل آماده کرده بودیم، دقیقاً اون روز اپلیکیشن رو پر کردیم و فرستادیم به صورت آنلاین. حالا این اپلیکیشن رو توی سایت داره دیگه، میتونم پر کنم دیگه. آره، حالا اپلیکیشنش هم که دقیقاً سایت اینتر فینلانده که شما وارد اون سایت میشید، قشنگ خودش نوشته برای چه کاری میخواید اپلای کنید و اپلیکیشن پر کنید دیگه، که یکی از گزینه‌هاش همون پرمننت رزیدنس پرمیته، همون اقامت دائم دیگه، اجازه اقامت دائم. بعد حالا یه سری دقیقاً مراحل داره که قشنگ مرحله به مرحله میرید جلو و این مراحلش هم اینجوری که مثلا میتونه سیو بشه، یعنی ذخیره‌اش کنید اون موقع، بعداً دوباره برگردید بهش، یعنی لازم نیست همش رو اون موقع انجام بدید. ولی خب حالا اگه مدارک کامل باشه همه رو یه جا انجام بدید بهتره، یعنی کامل همه مراحل هم راهنمایی کرده که چیه دقیقاً منظورش چیه چه جوریه. حالا مدارکی که داره چجوریه؟ مدارکش اینجوریه که خب عکس از شما میخواد، بعد دیگه حالا ما عکس رو چجوری رفتیم گرفتیم خودمون؟ چجوری میخوایم مراحلش رو توضیح بده چیه؟ من در مورد عکس میگم. آره، عکس میخواد، بعدش مثلا تمکن مالی میخوادش، اگه حالا کار دارید باید خب بگید مثلا از طریق اون فیش حقوقی و قرارداد کاریتون رو آپلود کنید. در واقع فیش حقوقی که نه، همون قرارداد کاری رو آپلود میکنید. بعدش تمکن مالی هم اینجوری هستش که برای حداقل 6 ماه گذشته‌تون رو باید بذارید. حالا من خودم دقیقاً برای همون 6 ماه گذشته رو گذاشتم دیگه. حالا میتونید بانک‌های مختلفی که دارید بذارید اونو، و اینکه یه دلیلی هم ازتون میپرسن که میگن که حالا یه قسمت اون اپلیکیشن اینه که میپرسه که بر چه اساسی، در واقع بر چه، حالا خودش میشه گراوندی، بر چه زمینه‌ای شما میخواید توی این فنلاند بمونید و مثلا همچنان میخواید بمونید که بهتون اقامت دائم بدیم دیگه، چون باید یه دلیل باز هنوزم برای موندن تو فنلاند داشته باشید که حالا بعد اون 4 سال اقامت دائم رو بهتون بدن، که اون دلیله حالا میتونه فامیلی تایز باشه، هم وابستگی خانوادگی باشه، مثلا همسرتون تو فنلاند شما میخواید بمونید، یا اینکه مثلا بر اساس کار باشه، یا بر اساس استارتاپ باشه، کارآفرینی باشه، یا حالا دانشجویی باشه. همه اینا هستش. حالا اینا هر کدومشون هم یه مدت پروسه و مدت فرایندش یه جوریه، هر کدومش یعنی یه جور طول میکشه این پروسه تا جوابش بیاد. این جوابش هم هر کدوم یه جور طول میکشه که حالا من کلی بخوام بگم اکثرنشون بعد از 4 ماه به شما، حداکثر 4 ماه توی سایت نوشته به شما جواب میدن، به جز کارآفرینی که کارآفرینی رو نوشته حداکثر بعد از 9 ماه جوابش میاد که آیا این درخواست و این اپلای شما پذیرفته شده یا نه. همین خلاصه بگم
یعنی کلا کسایی که برای اقامت دائم اقدام میکنن یک باید کار داشته باشن و اینکه بستگی داره که یا 4 یا حد اکثر 4 ماه میاد یا 9 ماه میاد، بستگی به اون داره که شما چه طریقی دارید اقدام میکنید. بعد یه نکته دیگه که تمکن مالی هم داشته باشید دیگه، یعنی بتونن ارائه بدن که آقا حالا لزوما هم نباید کار داشته باشن، مثلا یه آره. نفر میتونه بر اساس وابستگی خانوادگی اقدام همون کنه، تمکن ولی هم- تمکن آره، مالی حالا تمکن. باید یا از طریق مثلا اون درآمد همسرش رو نشون بده، یا از طریق حالا یه دارایی که داره نشون بده، یه پسندازی که داره به حال نشون بده که میتونه از پس هزینه زندگی بر بیاد. یعنی اگه طرف مثلا کار نداشته باشه میتونه، کار نداره فن آره دیگه، ولی مثلا همسرش دیده هم مثلا بر اساس داره همسرش اقدام میکنه، حالا جفتشون نداشته باشن چی؟ مثلا نتونستن کار پیدا کنن دیگه، نمیتونن برای اقامت دائم اقدام کنن. اونم چرا اگه 4 سالشون پر شده باشه، خب 4 سال پر شده باشه و اینکه حالا یه تمکن مالی خیلی خوبی نشون بدن و اینکه حالا نشون بدن حالا دنبال کار هستن، حالا مثلا دانشجو میتونه به عنوان جاب سیکر مثلا بدونه که الان یه اقامت به عنوان جاب سیکر داره، مثلا جستجو کننده کار داره. یعنی در هر صورت شما وقتی برای اقامت دائم اقدام میکنید باید یه اقامت فعال داشته باشید اون موقع، یعنی اون اقامت غیر دائمتون، اون اقامت حالا پیوسته تو فنلاند بهش میگن کنتینیوس، اون اقامته که حالا نوع A هستش مثلا اون باید براتون فعال بوده باشه. مثلا من بر اساس کاری بودش، دانشجوی دکترا بودم ولی اقامتم کاری بودش، نوع A بود، قرارداد کاری داشتم با دانشگاه، مثلا 4 سالم پر شده بود، قرارداد دانشگاهم تموم شده بود ولی 6 ماه تمدید کرد دانشگاه، ولی من اون موقعی که اقدام کردم تمدید نشده بود هنوز، ولی خب بعد چند وقت این مدرک رو اضافه کردم، چون این آپشن هم داره که حین پروسه میتونید مدرک اضافه کنید توی همون وبسایت. آره یه سری مثلا خیلی نگرانم میگم مثلا ما کار نداریم توی فرآیند، بعد یه کار پیدا میشه، شما میتونید اینجا بنویسید که مثلا کار پیدا کردم، میتونید آپلود دوباره یه کاری بکنید. آره یه ادیشنال اینفورمیشن داره، یه مسیج مینویسید و مدارک رو آپلود میکنید. حالا برای خود من مثلا اینجوری بودش که من بعدن که حالا بعد 3 ماه اینا تقریبا گذشته بود از اون مدتی که اپلای کرده بودم، درخواست داده بودم، یه قراردادم تمدید شد به عنوان 6 ماه هم فقط تمدید شد، ولی خب مشکل پیش نیامد و حالا به مقدمه دادن، نوشته بودن که چون 4 سال تموم شده، 4 سال اینجا بوده، این 4 سال اینجا بوده و دیگه هیچ مانعی نداره دیگه، مثلا اوکی و اقامت دائمو دادن. حالا من در مورد عکس توضیح بدم. ما قبلا می‌خواستیم برای اقامت 2 ساله هم بود رفتیم عکس گرفتیم، ما نمیدونستیم یه سری دستگاه داره تو فنلاند، مثلا شما میرید مرکز خرید اون طبقه پایین یه سری عکس‌ها هست، طبقات مختلف تو فنلاند از این عکس‌ها میرید میشینید خودش میگیری، یعنی کسی نیست اتوماته. آره کسی نیست بیاد بگه مثلا لبخند بزن، اینجوری نداره از اون قدیمی‌ها، میشینی اونجا به صورت اتومات میگیری. ما قبلا که رفتیم فکر کنم نفری 50 یورو دادیم، برای نفری 60 یورو دادیم، یه عکس خیلی بدی هم گرفت. آره منو شبیه اینا با بزرگی خدا بیامرزم انداخته بود، بعد اصلا خیلی بد بود، 60 یورو گرفت، ولی این فکر کنم جمع 12 یورو، 12.5 یورو، 12.5 یورو همونجا هم میده بهت و قشنگ تا 3 بارم فکر کنم چند بار بود میتونستی امتحان بکنی قشنگ برای حالش. آره خیلی مراحلش واضحه، خیلی راحت میرید میشینید توی همون حالت دستگاه خیلی خوب گرفت بوده. 12 یورو همون شو رفت دیگه. حالا گفتیم 12 یورو، اونم گفتی که پول هزینه همونو میخوام بگم دیگه. آره حالا هزینه ای اگه بخوایم بگیم چقدر هزینه داشته، یکی که همین هزینه عکس بود که احسان گفت که حالا برای ما نفری 12.5 یورو بود، یکی هم هزینه خود اپلیکیشن فیه، یعنی اون درخواستی که میخواید بدید برای این کارت اقامت دائمتون توی سایت ازتون آنلاین یه هزینه میگیرن. حالا اون چه جوریه؟ اونم اینجوریه که نفری 240 یورو بودش برای ما. آره اونم نفری 240 یوروه که حالا برای خود ما خب چون 2 نفر بودیم حالا باز بیشتر بود دیگه، حالا حدود 550 یورو اینایی شدش دیگه، چون بر اساس یه نوع دیگه اقدام کرده بود، یعنی تنها میخواست اقدام کنه. نه دیگه چون 2 نفر بودیم هزینه رفت بالا دیگه. آره نفری اینقدر 2 نفر بالا میره دیگه. آره. بعد کلا حالا این تا اینجا هزینه‌اش هم گفتیم، مراحلش هم گفتیم، دیگه چی میمونه؟ دیگه تجربه‌مون که اومد دیگه، واقعا دیگه سر از پا نمیشناختیم. حالا یه موضوع دیگه هم هستش که مثلا گفتن 4 ماه، حتی اکثر 4 ماه، واقعا 4 ماه میاد یا نه؟ چون خب یه 2-3 تا دوستان نوشته بودن که ما تو اون کشوری که هستیم مثلا خیلی دیر میاد برای ما، مثلا میگن 4 ماه 4 سال میشه. واقعا تو فنلاند اینجوریه، مثلا میگن 4 ماه، حتی اکثر 4 ماه، واقعا 4 ماه یا 6 سال طول میکشه. آره خب نه توی فنلاند اینجوری که وقتی میگن حد اکثر دیگه اون حد اکثر بیشتر نمیشه، حالا معمولا زودتر هم میاد. حالا تجربه خود ما و حالا چند تا از دوستانم توی گروه ها گفته بودن اینجوریه که اینجوری بودش که حالا دقیقاً ما 4 سالمون که تموم شد اومد، یعنی به کارت خود من دقیقاً 22 اکتبر
2025 ما 4 سالمون پر شد، 4 سال موندن تو فنلاند با اقامت نوع A. این که پر شد دقیقاً 22 اکتبر نوشتش که چیز دیسیژن ردی شد توی سایت، توی مرحله بعد اسنس هم میده خودش که اصلا دیگه رفته تو پروسه و بعدم سریع همون روز دیسیژن ردی شد و بعدم گفتش که کارت حالا طی 2 هفته میاد که دقیقاً طی 3 روز کاری اومدش. حالا من یه چیزی بگم، ما چون تمام فیلم من تا اونجایی که خودم چیز میکنم سعی میکنم ساده سازی بکنم. دیسیژن ردی رو یه توضیح آره، دیسیژن ردی چی بود دیگه؟ من میدونم برای کسایی آره. که مثلا واقعا دارم میبینن خب شاید یه نفر باشه که خب اصلا اینجوریه ندونه. که آخه همش توی مثلا وقتی که اپلای میکنید دیگه کامل سند اپلیکیشن رو میزنید، یعنی اپلیکیشن رو پر میکنید میفرستید، همه چی تمام میشه، درخواست رو میفرستید، از اون روز دیگه دیسیژنتون ردی میشه تصمیم. نه، از اون روز اینجوریه که بعد چند وقت مثلا اینجوریه که مینویسه waiting for processing، یعنی منتظر اینه که بره توی فرآیند تو پروسه، نمیدونم ترجمه دقیقش، منتظر اینه که پروسه شروع بشه. خب آره بعدش حالا خب برای ما همش ویتینگ بود، یعنی اصلا هر وقتی ویتینگ، آره وقتی ویتینگه یعنی اصلا پرونده نرفته که مثلا تحت بررسی نرفته هنوز، اصلا مثلا زیر دسته یک کارمند که بررسی بشه. حالا ما همش خب منتظر بودیم که آقا جون مثلا بشه پروسسینگ، از اون ویتینگ دراد، بعد نه که اصلا دقیقاً همون 4 سال که پر بشه همون روز پروسسینگ میشه و همون یه ساعت بعدش هم سایت دیسیژن ردی شد برای ما. یعنی خیلی دیگه همون روز همه چیش با هم دیگه یهو انجام میشه دیگه. بعد دوستان دیگه هم دقیقاً تو گروه چند تا گفته بودن، حالا ایرانی‌ها دقیقاً گفته بودن که همین جوریه، گفته بودن برای ما دقیقاً 4 سالمون که پر شد همون روز دیگه کامل دیسیژن ردی شد، یعنی تصمیم آماده شد. آره دیگه نتیجه رو گفتم. اینو بگی که نگفتی، یعنی دیسیژن ردی شد یعنی تصمیم. الان ترجمه سی میتونه حالا شاید حالا 1000 میلی اپسیلون گرم باشه کسی. آره. حالا اگه نکته ریزی درشتی چیزی هست بگو که بچه‌ها استفاده کنن اگه کمکشون میکنه. آره چند تا نکته رو من بگم، این که تا جایی که میتونید هر مدرکی دارید بذارید. حالا نه اینکه مدرک خیلی بی ربط ولی کنه هر چی مدرک بیشتر بذارید خب کار از محکم کاری عیب نمیکنه. یعنی مثلا من خودم اینجوری بودش که تمام چی بهش میگم همون بانک استیتمنت یا تمکن مالی، همون تمکن مالی برای مثلا احسانو گذاشتم، حساب مثلا 2 تا بانکای احسانو گذاشتم، برای خودمو گذاشتم مثلا برای 6 ماه گذشته رو. بعد نمیدونم مثلا گرامدای مختلفی که ما داشتیم که بر اساس اون یه سری وابستگی داریم که تو فنلاند میتونیم باشیم، اون زمینه‌ای که تو فنلاند میتونیم باشیم همه مختلفاشو گذاشتم. مثلا قرارداد کاری خودمو گذاشتم، قرارداد کاری احسانو گذاشتم، بعد دانشجویی احسانو گذاشتم. دقیقاً یعنی تمام زمینه‌هایی که آقا جون مثلا ما واقعا باید بمونیم تو فنلاند، هنوز نیاز داریم تو فنلاند باشیم و 4 سال من پر شده، پس دیگه مثلا به اقامت موقت و حالت اون چیز ایه نیاز نداریم، به اقامت نوع پی و پرمننت نیاز داریم. تمام اینا رو گذاشتم به خاطر همین، چون همون روزی هم که این نکته رو فراموش کردیم بگیم، همون روزی که این نکته خیلی مهمی بودش، این که ببینید شما وقتی که اپلیکیشن سنت میکنید بعدش باید شما یه وقت بگیرید خب که حضوری برید انگشت نگاری بشه. خب برای تمدید این نیاز نیست، برای تمدید اقامت عادی، اون اقامت نوع A یا B هر چی دارید این نیاز نیست، شما همون آنلاین انجام میدید دیگه، نیاز به انگشت نگاری مجدد نیست. ولی برای این اینجوریه که دوباره مثلا بعد چند وقت نوشتش که یعنی همون موقع که اپلیکیشن رو سند کردیم نوشتش که شما الان باید برید وقت ست کنید و یه دونه وقت بگیرید و برید توی اون اداره مهاجرتش و واسه یه انگشت نگاری دوباره دیگه. خلاصه یه وقت سالا خدا شکر برای ما زود پیدا شد، وقت خالی بود، آنلاین وقت رو گرفتیم، خودش راهنمایی میکنن کجا و چجوری وقت رو گرفتیم و بعدش که رفتیم اونجا اصلا خیلی ما استرس داشتیم. ما خب دو تا آدمای استرسی هستیم، خیلی استرس داشتیم، ولی اصلا استرس نداره، اصلا چیز خاصی نداره، همین درد نداره اصلا. اونجوری که تو میگی اینا آمپول میخوام بزنن. آخه خب ما استرس داشتیم کلا خودمون، چون مثلا اقامت دائمی یهو مثلا حالا جور خاصی نباشه، ولی اصلا هیچ چیز خاصی نبود. رفتیم فقط مدارک رو ازمون گرفت، مدارک خاصی هم نشون ندادیم، همون پاسپورت و آیدیمون رو چک کرد، اقامت چیزامون رو چک کرد، کارت اقامتمون رو چک کرد. بعد دیگه حالا ما خیلی مدارک دیگه هم یه سری برده بودیم، اونا یکی آپلود کرده بودیم توی سایت، ولی خب دیگه همینا رو ازمون گرفتش و انگشت نگاری کرد و بعد ما ازش پرسیدیم که مثلا چقدر طول میکشه، گفت همون برای مثلا حداکثر 4 ماه برای حالا شرایط ما،
ولی گفتیم که بعد اگه مثلا یکی از این، من گفتم مثلا من خب قراردادم تموم میشه 22 اکتبر، 3 ماه قبلش اقدام کرده بودم دیگه 22 جولای، گفتم مثلا اگه تا 22 اکتبر نیاد جواب بعد قرارداد من تموم شده مثلا مشکلی نداره. گفت نه مثلا زمینه‌های دیگر رو در نظر میگیریم، مثلا اینکه حالا احسانم داره کار میکنه بر اساس فامیلی تایس باشه، یعنی اگه یه دونه به مشکل بخوره اون یکی رو خودشون در نظر میاد، سویچ میکنن رو اون یکی گراونده. یا مثلا نمیدونم اگه مثلا آره دیگه مثلا برای احسان اگه کارشو نتونن در نظر بگیرن کافی نباشه براشون دانشجوییشو در نظر میگیرن، چیزای اینجوری. جفتش نباشه مرام منو مثلا در نظر میگیره، یه جوری باید در نظر بگیرم به هر حال. ولی بیشترین چیزی که مهمه اینه که 4 سالتون پر شده باشه تو قانون، این قانون در حال حاضر، و اینکه تمکن مالی نشون بدید دیگه، اینکه آقا جون به هر حال هزینه زندگی پسش برمیاد، حالا چه کاره، چه حالا اون حساب بانکیتونه پول توش باشه، چه پس اندازتونه، یا دیگه دارایی دارید، چه هرچی هست دیگه. نکته دیگه هم میخوای بگی راجع به قوانین جدید و اینا یا چجوریه این؟ آره حالا قوانین جدید رو اگه بخوام مفصل بگم که خیلی طول میکشه، اصلا ولی فیلمشو خب ساختیم دیگه. آره فیلمشو ساختیم اونجا. بعد حالت کلی بگم که حالا الان خیلی میگن 6 ساله شده دیگه تموم شد رفت، نه اینجوری نیست. 6 ساله شده از 8 ژانویه اینم اجرایی میشه، ولی هنوز برای خیلیایی که مثلا شرایط خوب دارن همچنان 4 ساله هستش. یعنی اگه مثلا شما درآمد سالیانه خوب داشته باشید، زبان فنلاندی یا سوئدی بلد باشید، از قبل آزمون داده باشید، یا مثلا تحصیلات خوب داشته باشید توی فنلاند، حالا شرایطش ریزر جزئی‌تر ریزتره که ما تو اون ویدیو مفصل گفتیم، طبق این شرایط هنوز 4 ساله میشه. و اینکه شهروندی هم همینطور، قبلا 4 ساله بود بعد شد 5 ساله الان شده 8 ساله، ولی همچنان هم برای مثلا کسایی مثل شرایط ما، حالا شرایطی که توی اون ویدیو براتون دوباره توضیح دادیم، همچنان برای یه عده که همون کار خوب دارن و زبان فنلاندی دادن و اینا همون 5 سال است همچنان شهروندی. حالا تفاوت این شهروندی و اقامت دائم و اینکه حالا چه فایده‌ای داره اینا رو بهتون گفتیم تو این ویدیو. فقط باز یه نکته دیگه هم بگم، این که این اقامت دائم که الان برای ما اومده روش نوشته مثلا 5 سال تا مثلا سال 20 دقیقاً مثلا 22 اکتبر 20 چیز داره، چی بهش میگن؟ همون چیز داره. همون چیزه بهش میگن، واقعا چیز میگن. آره اعتبار داره. آره تا اون موقع اعتبار داره. واقعا همین اعتبار داره. تا اون موقع اعتبار داره، ولی خب نه اینجوری نیستش که دیگه مثلا دوباره باید ما بریم تمکن مالی نشون بدیم، دوباره انگشت نگاری، دوباره عکس و این چیزا نداره دیگه فقط خودمون کارتر رو ما باید تمدید کنیم. یعنی اصلا دیگه شما اصلا بیکارم باشید مهم نیست، یا اصلا دیگه یکی دو سال تو فنلاند نبوده باشید مهم نیست، حالا بیشتر از 2 سال اگه تو کلا تو خاک فنلاند نباشید مهمه، ولی مثلا دیگه یه مدت فنلاند نبوده باشید مهم نیست. فقط اینکه خود کارت منقضی میشه و بعد آنلاین فقط یه درخواست آنلاینه که میان کارت جدید برات میاد دیگه، و این دیگه اقامت دائمه و نیازی به تمدید خود اقامت نیستش. دست در نکن. تموم شده. بازم هست نکته درشتی ریزی؟ نه دیگه به ذهنم نمیرسه. آره. حالا امیدوارم که این ویدیو هم به درتون خورده باشه. تجربه خودمون بود. حالا امیدوارم که شما هم بتونید این روز تجربه کنید. روز خیلی جالبی میشه واقعا. قشنگه که بالاخره 4 سال که اینجا بودی، اینمه بالاخره خوبی هم داشته سختی هم داشته دیگه، ولی خب وقتی کارتو میگیری یه خورده که چرس کن بیشتر از یه خورده بیشتره، واقعا حس خوبی میده. امیدوارم که ویدیو هم به درتون خورده باشه و همیشه هم اقامت دائم در اختیارتون باشه. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.